به نام خدا، محسن زارعی هستم، منتور گروه محترفین نوجوان. من رائد ریایی هستم. من سپر قربانی هستم. علی حسنی هستم. به نام خدا، سلام. ما تیم تکنووایس PGC هستیم از مؤسسه لیپو ایران. پروژه ما یک لباس هوشمند تصفیه کننده هوایی که برای هر کاربری طراحی شده برای در واقع ناحیه اطراف بدن که تنفس راحت‌تری داشته باشیم و گازها در واقع گازهای سمی از بین بره و مقدارش کمتر بشه. این لباس ما هستش از دو لایه تشکیل شده. لایه بیرونی که با در واقع جنبش‌های فوتوکاتالیستی انجام میشه با تیتانیوم دی اکسید و ZNO و در واقع برای فیلتر ذرات معلق داخل هوا و آلودگی و گازهای. لایه داخلی برای در واقع راحت تنفس کردن، نانوفایبر تنفسی جوری میشه گفت که برای در واقع راحتی بیشتر اون فرده. یک ماژول داریم که در واقع این سیستم برای میشه گفت پایش کیفیت هوا و اطلاع رسانی اون از طریق اپلیکیشن یا وبسایت یا هر چیزی دیگه میتونه صورت بگیره. در رابطه با ویژگی‌ها میشه گفت که این لباس تا حالا نمونه تقریبا مشابهی نداشته و یک سری در واقع نوآوری که در اون به کار رفته استفاده از تیتانیوم دی اکسید و غیره است و این لباس الان در مرحله در واقع نمونه اولیه قرار داره و قراره در واقع این در مسابقه به شما ارائه داده بشه. مرسی از توجه.